موضوع درس امروز ما و شما بخش منوی فایل امروز اینفو را میخوانیم. در بخش اینفو بعضی از آپشن ها وجود داره که ما میتونیم توسط اینفو راجع به داکومنتی که نوشته کردیم معلومات بگیریم و همچنان بریم بالای سکیوریتی یا امنیت داکومنت خود ما و شما کار بکنیم. قبل از اینکه ما آپشن ها را کار بکنیم در اول باید یک معلومات داشته باشیم. عنوان میگیریم به نام ورد، انتر میکنیم، میگیم مساویرن قوس باز. بعد از اینکه قوس باز کردیم ما و شما قوس بسته میکنیم، برای ما 5 پاراگراف معلومات ایجاد میکنه. خب ما میریم یه معلومات یک بار سیو میگیرم، در قسمت سیو کلیک میکنیم، اینجا موقعیت زیر براوز انتخاب میکنیم. بعد از اینکه براوز گرفتیم روی دسکتاپ تعیین میکنیم، به نام ورد 2024 میره ذخیره میکنم. یک فایل است ذخیره شد. بالای سیو کلیک میکنیم ذخیره میشه. حالا میریم در بخش اینفو، میخوایم راجع به همین داکومنت معلومات بگیریم. در بخش اینفو وقتی شما کلیک کردین در سمت راست ببینین پراپرتیز است، برای ما سایز معلومات نشان میده 14.9 کیبی است که سایز معلومات ما به می اندازه است. اگر معلومات ما بیشتر شده بره و این حجم تغییر میکنه. تعداد صفحات نشان میده یک صفحه است. تعداد لغت هایی که نوشته کردیم 240 لغت است که در این قسمت ما شما تایپ کردیم و مجموعاً دقایق را که در بر گرفته تقریبا 1 دقیقه این داکومنت ما شما نوشته شده و بعد از او ذخیره شده. تایتل از این فعلا تایتل نداره، در قسمت تگ هم چیزی نیست، بخش کامنت نظرم کسی استفاده نکرده تا هنوز. و آخرین باری که مودیفای شده در تاریخ در ساعت تاریخ امروز است و ساعت 10:21 ام است. شما ببینید 1 دقیقه قبل ما چی کردیم، مودیفای کردیم، سیو کردیم شه. و در کدام تاریخی که کرییت شده، تاریخ 10:20 کرییت شده، یعنی 1 دقیقه تقریبا 2 دقیقه پیش کرییت کردیم. امو ساعتی که شما ایره باز میکنین و معلومات تایپ میکنین امو ساعت قید میکنه، دمو دقیقه قید میشه. و در بخش اتور میگه نویسنده به نام رادین است، چرا که یوزر کامپیوتر ما به نام رادین است. درست است که نشان میده در قسمت. و در قسمت لاست مودیفای با آخرین باری که مودیفای شده توسط نمی یوزر این مودیفای شده. خب در قسمت سمت چپ شما ببینین بخش اول از اینفو است. در بخش اینفو همین تایتل عنوان گزینه‌ای که ما شما باز کردیم نشان میده و همچنان نام داکومنت ما. در هر نامی که شما ذخیره میکنین نام از او در قسمت نشان داده میشه و موقعیت معلومات هم نشان میده که در روی دسکتاپ ما چی کردیم، سیو شده برای فعلا. اینجا ما بحث اپلود داریم. اپلود به خاطر از این است که اگر شما بخواین اینمی داکومنت در سایت های اینترنتی شما را اپلود بکنین یا پست بکنین، از این آپشن میتونیم استفاده بکنیم. و آپشن بعدی که در قسمت اینفو قرار داره بخش شیر است. اگر شما میخواین به اشتراک بگذارین توسط ایمیل، باز ایمیل شخص اگر داشته باشین در دو فرمت میتونین معلومات به اشتراک بگذارین. یک فرمت خود برنامه ورد است و دیگه فرمت پی دی اف است، یعنی به شکل پی دی اف هم میتونین معلومات شما شیر بکنین، به شرطی که شما اوتلوک کامپیوتر خود کانفیگریشن کرده باشین و اوتلوک فال باشه. گزینه بعدی که در قسمت اینفو قرار داره گزینه به نام کاپی پت است. کاپی پت به نام مسیر است. اگر شما مسیر یا آدرس این فایل میخواین کاپی بگیرین، بالای کاپی پت کلیک بکنین، آدرس بر شما کاپی میکنه. در اینجا ما را پیست میکنیم، شارتکت پیست کنترل وی است. ببینین برای ما میگه که در درایو سی است، در یوزر رادین در روی دسکتاپ به نام ورد 2024 .docx چی شده، ذخیره شده. این فرمت خود برنامه ورد docx است که در این قسمت برای ما شما آورده. اگر همین معلومات یا همین داکومنت ما از سرور باز میکردیم یا از آدرس کلاود باز میکردیم، باز آدرس کلاود بر ما شما در این قسمت میداد. اگر ما در بخش اینفو بیایم گزینه بعدی به نام لوکال کاپی لوکال پت داریم. لوکال به این معنی که در خود همین کامپیوتر آدرسش در کدام قسمت است همون آدرس بر ما بده. دوباره که من این آدرس کاپی میگیرم، زمانی که کنترل وی را پیست میکنم عین آدرس بر ما میده، چرا که همین داکومنت در خود کامپیوتر ما ذخیره است. ما از اوتلوک را باز نکردیم یا از کلاود را باز نکردیم. پس اگر کلاود باشه آپشن اولی آدرس کلاود بر ما شما میده و آپشن دومی که است لوکال آدرس خود کامپیوتر. اوپن فایل لوکیشن، اگر شما میخواین که همین موقعیتی که داکومنت شما برای فعلا ذخیره است این یک بار باز کنین، ببینین بالای اوپن فایل لوکیشن شما کلیک بکنین، همون لوکیشن برای شما باز میکنه. ببینین روی دسکتاپ باز شد و در این قسمت ما شما میره چی کردیم، به نام ورد 2024 فکر کنم ذخیره کرده میشه. این قسمت است، بالاش کلیک کنم مستقیم باز میشه. خب برای فعلا ما را باز داریم، درست است. در این قسمت بسته میکنم. پس بود آپشنی به نام اوپن فایل لوکیشن، اما لوکیشن زیر بر ما نشان میده و باز میکنه.
میم بخش پروداکت ورکبوک. در اینجا ما و شما پروداکت داکومنت داریم، به خاطر قفل کردن داکومنت استفاده میشه یا به خاطر امنیت داکومنت خود ما استفاده میکنیم. ما این داکومنت رو سیو کرده ایم، فعلا در این دسکتاپ کامپیوتر ما ذخیره است. من این رو میتونم بسته بکنم. زمانی که بسته کردیم هر زمان خواسته باشیم بالاش کلیک میکنیم مستقیم برای ما باز میشه. خب این رو در برنامه وردپد باز کرد، ما میخوایم در ورد باز شه. بالاش راست کلیک میکنیم. بعد از اینکه راست کلیک کردیم اینجا ما اوپن ویت داریم، بالای اوپن ویت آمده، بالا وردپد در اینجا ورد انتخاب میکنین. زمانی که ورد انتخاب کردین در برنامه ورد بر شما باز میکنه. خب زمانی که ما در ورد باز کردیم ببینید این معلومات ما مستقیم باز شده. ما میخوایم یک ذره سکیوریتی معلومات بالا ببریم، سکیوریتی همین داکومنت بالا ببریم. مثلا میخوایم داکومنت پسورد بتون وقتی که ایرا باز میکردم همین داکومنت از ما یک رمز بخواد، به خاطر از اینکه ممکنه نمی یک گزارش باشه، گزارش بخش امنیت باشه و ایرا باید کسی دیگه دسترسی نداشته باشه. به اون خاطر میخوایم ایرا قفل بسازیم. میریم در بخش اینفو، دوباره میریم در قسمت پروداکت داکومنت. ما اینجا allow open read only است. اگر ما این گزینه allow open read only رو فعال بسازیم، هر زمانی که همین داکومنت ما باز بکنیم حالت read only رو بر ما میده. من دوباره بالای از راست کلیک میکنم، میگم open with شو و در برنامه ورد بر ما باز بکنه. شما ببینید اینجا یک مسیج بر ما میده. اینجا برای ما در این مسیج میگه که همین داکومنت رو میخواین در حالت اوپن رید آنلی باشه. اگر میخواستین بالا یس کلیک بکنین در حالت رید آنلی بر شما باز میکنه. یک بار همین کارو میکنیم، بالای رید آنلی کلیک کردیم در حالت رید آنلی باز شد. شما اگر در بخش اینفو اگر بیاین دین قسمت ببینین این آپشن غیر فعال است، چرا که ما اونجا بالای یس کلیک کردیم مال وی را غیر فعال کردن نمیتونم. اگر ما دوباره این داکومنت رو بسته میکنم و از سر اوپن میکنم، دوباره راست کلیک میکنیم، میایم در قسمت برنامه ورد کلیک میکنیم، اینجا باز میشه. برای ما این بار مسیج میکنم، میگم میخواین در حالت رید آنلی بر شما باز بکنم. من میگم این بار نه، در حالت رید آنلی نباشه. بالا از کلیک میکنم. حالا ما اگر بریم در بخش اینفو دوباره میتونم اما آپشن رید آنلی را از این قسمت غیر فعال بسازیم. بالا از کلیک میکنیم دوباره غیر فعال میشه، یعنی داکومنت انتخاب میکنه که در حالت رید آنلی باشه یا نباشه. گزینه بعدی به نام انکریپت ویت پسورد است. هدف ما این است که این داکومنت رمز بگیره. هر زمانی که داکومنت باز کردم در وقت باز کردن از ما یک رمز بخواد. باز ما چی کار میکنیم؟ بالای انکریپت ویت پسورد کلیک میکنیم. اینجا رمز نوشته میکنیم 1 2 3 4. این رمز دلخواه است، میتونیم عدد نوشته کنیم، میتونیم نام نوشته کنیم، حروف باشه. زمانی که رمز اوکی کردیم میگه یک بار دیگه هم تکرار بکنین. 1 2 3 4 وقتی ما تکرار میکنیم بر فعلا داکومنت ما رمز گرفته. ما این یک بار سیو هم میکنم، وقتی رمز اضافه کردین باید سیو بکنین. حالا خود تغییرات آورده میتونیم. ما یک بار بسته میکنم، بار بعدی میخوایم باز بکنم. بالای داکومنت راست کلیک میکنیم، میایم در قسمت اوپن، میگم که بالای برنامه ورد بر ما باز بکن. زمانی که بالای داکومنت کلیک کردیم ببینید میگه رمز شما وارد بکنین. یعنی همین داکومنت رمز داره، تمام برنامه ورد رمز نگرفته، فقط داکومنتی را که ما تحت برنامه ورد 2024 سیو کرده میره رمز دادیم. اگر رمز وارد کردیم داخل داکومنت شده میتونه، مثل که ما کامپیوتر خود رمز گذاری میکنیم، زمانی که رمز زیر فهمیدیم ما داخل کامپیوتر شده میتونیم، اگر رمز زیر نفهمیم داخل کامپیوتر شده نمیتونیم. به همین شکل ما تونستیم اونمو داکومنتی که تحت نام 2024 ذخیره کردیم ورد 2024 پسورد گذاری کردیم. حالا هر زمانی که من ایره بسته میکنم بعد از اینکه دوباره باز میکنم از ما رمز میخواد، یعنی این داکومنت فعلا رمز داره دیگه. درست است؟ مثلا اگر من ایره باز کردم رمز زیر باید وارد کنم داخل داکومنت شوم. زمانی که رمز وارد کردم داخل داکومنت میشه. میتونم در ادامه داکومنت دیگه معلومات نوشته کنم، مثلا رن قوس باز قوس بسته انتر میکنم، دوباره معلومات ما تایپ کردیم. در آخر کار میایم معلومات خود یک بار سیو میگیریم، بعد از اینکه سیو گرفتیم باز بسته میکنیم. معلومات بسته کردن هر زمانی که دوباره این داکومنت شما باز بکنین از شما رمز میخواد، چرا که این داکومنت برای فعلا رمز داره. خب اگر شما ضرورت به این داشته باشین که رمز پس از بین ببرین، حالا من اگر باز میکنم از ما و شما اینجا رمز میخواد، رمز وارد کردیم داخل داکومنت شده میتونیم. بعد از اینکه داخل داکومنت شدیم میخوایم پس دوباره این رمز از بین ببرم، دیگه این داکومنت رمز نداشته باشه. به خاطر از بین بردن رمز داکومنت شما بیاین در قسمت اینفو بخش پروداکت داکومنت، اینجا انکریپت پسورد است، بالا از این گزینه کلیک کرده رمز از اینجا انتخاب میکنین، بک اسپیس میزنین یا دلیت فشار میتین، از این قسمت پاک میشه. زمانی که را اوکی کردین بعدن بیاین یک بار سیو بگین. حالی داکومنت ما بدون رمز میشه. اگر ما دوباره باز بکنیم این داکومنت رمز نداره، مستقیم داکومنت بر ما باز میشه. خود در وردپد باز شد، به خاطر از اینکه در ورد باز شد بالای از این داکومنت راست کلیک میکنیم، پاپ اپ مینو باز میشه. در بخش برنامه وردپد در بالای ورد کلیک میکنیم، برای ما شما باز میکنه.
خب ببینین داکومنت از ما هیچ کدام رمزی نخواست، مستقیم داخل داکومنت خود شدیم. این بود طریقه رمز دادن داکومنت که ما میتونستیم خود داکومنت رمز بدیم. آپشن بعدی که در بخش اینفو وجود داره به نام ریستریکت ادیتینگ است. هدف ما این است که این معلومات ما نوشته کردیم، معلومات خود داکومنت رمز نداشته باشه، وقتی باز میکنم باز شود، اما بالای معلومات کسی تغییرات آورده نتونه. میخوایم دیتای داخلی داکومنت قفل بکنم. هدف ما این است که معلومات داکومنت قفل شود. باز به خاطر از اینکه شما معلومات داکومنت قفل کرده بتونین، بیاین در بخش اینفو آپشن ریستریکت ادیتینگ شما انتخاب بکنین. بعد از اینکه انتخاب کردین اینجا تک مارک فارمتینگ و ادیتینگ فال ساخته، از این قسمت فیلینگ ان فرم انتخاب کنین. بالای است استارت کلیک کرده و رمز نوشته کنین. من یک دو رمز میتونم، دوباره رمز تکرار میکنم، اوکی میگم. عالی، داکومنت ما شما کاملا رمز داره. هر قدر بخوایم معلومات تایپ کنیم تایپ نمیشه. حتی معلوماتای نوشته شده رو شما دیلیت کرده هم نمیتونید. خب من یک باری را سیو میکنم. زمانی که سیو کردم، اگر شما داکومنت بسته کنین دوباره داکومنت باز بکنین، بازم از شما در وقت باز کردن رمز نمیخواد. اما بخواین ادیت بکنین ادیت کردن نمیتونین، چرا که دیتای داخلی زیر ما قفل کردیم. تمام مینوها را اگر شما متوجه شده باشین ببینین غیر فعال است. پس حال ما ادیت کردن نمیتونیم. به خاطر از اینکه دوباره ادیت کرده بتونیم باید ما ریستریکت ادیتینگ غیر فعال بسازیم. به خاطر غیر فعال کردن شما بیاین راست کلیک در بخش اینفو کلیک کنین، در قسمت پروداکت داکومنت اینجا بالای ریستریکت ادیتینگ کلیک بکنین، صفحه ریستریکت ادیتینگ اینجا بر شما باز میشه. میگین استاپ پروداکشن، بالای از کلیک میکنین، رمز نوشته کرده اوکی میگین. زمانی که اوکی کردین غیر فعال میشه. حالا میتونین هم دیتا رو انسرت بکنین، دیتاهای انسرت شده رو میتونین پس دوباره دیلیت بکنین. من یک بار سیو هم گرفتم به خاطر از اینکه رمز دیگه کاملا غیر فعال باشه و هر زمان خواسته باشم ادیت کرده بتونم. خب این بحث آپشن ریستریکت ادیتینگ بود که ما و شما از این قسمت میتونستیم داکومنت خود قفل بکنیم. آپشن بعدی ریستریکت اکسس و دیجیتال سیگنچر است. این دو آپشن ما فعلا کار گرفتن نمیتونیم به خاطر از اینکه در سرور اگر وصل باشین باز میتونین دیتاهای سرور قفل بکنین. آپشن بعدی به نام مارک از فاینال است. مارک از فاینال هم معلومات ما و شما رو قفل میکنه، اما به شکل موقتی قفل میکنه. وقتی ما معلومات میگیم به این معنی که دیتای داخلی داکومنت قفل میکنه، خود داکومنت قفل نمیشه. شما ببینین بالای مارک از فاینال کلیک بکنین، زمانی که اوکی کردین این رو میگین اوکی مارک از فاینال فعال شد. حالا اگر من از اینجا بک میکنم انسرت و دیلیت کردن نمیتونم. درست است، دیتا فاینال شده. هر زمان خواسته باشیم بالا ادیت انیوی کلیک میکنیم، پس دوباره از حالت مارک از فاینال خارج میشه و ما میتونیم دیتاهای انسرت شده را از این قسمت دیلیت بکنیم. این بحث آپشن مارک از فاینال بود. از این گزینه وقت استفاده بکنین که یک معلومات نوشته کردین، یک داکومنت نوشته کردین تکمیل شده، فاینال شده. باز در حالت شما این گزینه رو فعال بسازین به خاطر از اینکه کسی اگر این داکومنت باز میکنه همون لحظه تغییرات آورده نتونه تا زمانی که ادیت انیوی کلیک نکنه. خب این بود بحث آپشن اینفو که ما در این قسمت کار کردیم.